سلام علیکم بچه خاله خوبیش؟ بله شنید؟ شکر بخشش باشه بی منطقه نمیفهمی که از ماسی علاف چیزی سبست شفتاله یک دوخر علاف بکار دارم یک دوتا گوه دارم زمین ندارم ما علاف میخرم میخره؟ آه سبس ماییم؟ آه اشتن مام سبست مام هم دیگه ما داری سبس کجاه؟ آره بی پینتره نزدیکه؟ ها میفروشی؟ کی؟ سبستا اگه شما ماسته باشین پول میدین؟ آه پول میدم دیگه مفتک نمایو منطقه مگرم 100 روپیه بدین بیشتر هم تو میدم تو 100 روپیه میگی دلچینی شرط چه کاره تو ماما ای؟ کی؟ ای ای آه اسم ای دلچینیه؟ آه عجب اسم جالبه داره این خب بچه من نام خدا خدا حفظ کنه زنده باشیم ماما بله بریم دیگه منطقه من میرفشم شما نه چندی بیشتر میدیم از سدی هر خاکش به تو 100 روپیه میدم دو خاکش 200 خوبه دو خاکش 200 آه. بچه تن زرنگیه مثل پول خیلی خوش داره ماما به شرط به پیار من نگی پیار تو کی نمی پیار تو پیار من ماما نوروز من نمیشناسم پیار تو چی کار دارم البته پیار تو نمیگذاره بفروشی نه دیگه دلچینی به بخو نگی خوبه بله دیگه بریم تو خیلی آه. شرط مالات هم خیلی بله بله بیاین نزدیکه کی نزدیکه باغچه بیاین نه باغچی نیه تا زمین مانه خب بریم ما سبس داریم بیاین دلچینی به بابو خوی چی نگی که گیلک با پیار ما بفروخته خوبه همونجی میکنه سه اینا نخورم اما جنو نوجسته خوبه بیاره من گال خورم بیا آره ماما بیایم اینجا گال اوه کجا بدره او آنه اینا کم اینا کرای نمیکنه از اینجا ماما از اینجا از این سر دره خوبه یعنی تو بگیره بیشترم فلان نیه خب یا خره میبرم باز میام دیرترم هستی دیگه خر 100 روپیه خر 100 روپیه دلچینی بابا بچه خواهم میدم دایی خوبه سوانی هم داریم اینجا اگه کنچه با تست کنم سوان نه نداری با بیلا ماما گوش که دست تور میبره برای من ماما جان خوبه از اینجا شروع کنه از اینجا بدره ماما چا اما اینجا میشینی بیا دلچینی اینجا بشینی دل جمع خوبه داره این ماما خوبه عجب علفای خوب علفای نیه ماما یاره خیر بینی خوب علفای مثل اینا رو خیلی میدی او خیلی میدی اینا آفرین سبست اینا ماما هر روز میام از اینجا میبرم بخیر بیاین دوری ماما بله دمی بیاین که پیار من نباشه بفهمیدین چرا تو اختیار خو نداری نه دارم ماما ما گوسپند داریم ما 6 تا گو داریم 2 تا خر داریم فهمیدی اینا پره نمیشه ما خیلی خوی علفا کن یه علفا خیلیه چی شدی چرا بجست یه علفا عزیز اد نباشه برادر مر بیار برا بخورم برو دیگه حالا میدرم هرچی شو خیر تو باشه چه کاره اینه؟ تو چه دوز روزه گفتن دوز شوی بابا اینا پوست که بسره تو شرم عیاره ما دیونه شدی تو علفا داره میکنی چی شرم عیاره داری بخریدم علفا برو دیگه بده کلمت من گلم تابیشون برو میفهم یه دست صاحب که خودتو گپ بزنم چی گپ میزنی؟ چی میگی خود تو مر به گپ نمیگذاری؟ چی گپ میزنی؟ گپ زی؟ همین علفات بخریدم من اشتا از کی خریدی؟ همین یک بچه بود لباسا سیاه سفید و ببری بود شلوار سفید پران سیاه ببری خود بچه خورده تو اشتباه کردی که خریدی چی اشتباه کردی؟ من ده تا دم دارم هر روز میام برات علف میام میخرم امروز می جلوی ما خود برو کاکا برات کار برو دیگه بخری ولی نه قرک کمی جو بخور برو که بخورم تو را نمیکنم
برو میگم دیگه برو برای کار خود دیگه اینا که بده رویدم چه کار کنم پول دادم بری برو کاکا برای کار خود بده پولام بده که برم من برو برای که پول داری پول خورم بدی بسو علی پیار بچه بگه خودم رسی پیار بچه بگه بای لب بزن علی چوب کن خیلی نکر چپ کن بزن بابا بزن تو بزن بابا چپ کن بزن بابا بزن تو بزن بابا بابا قوت نیستی چوب کن ایوانه داری مرچه که مسخره علفا را میبرم فقط دنیا زاق گرفته تو سعی کن تو 10 تا گاو گوسفند دارم گوشی سیالو کرده میام هر روز میام میبرم تو رو ببینه دیگه شهر میزمی تا از دور بتر نکنم بیدا پیار مگه بفهمه پولا خورم نستون سدی خورم نستون پوستمون میکنه ببین تو اگه بفهمنی ما را دوخ پرز میده اینجا به کجا بریم قایم شو میریم شو به سر خاله قایم شو دلچینی قایم شو بچیمه سر خو بگذارک خو شو دلچینی خو شو که بابا نفهم اگه میشه یک دم بابا بفهمیدم بگیم نیم خوبه میگه ما خبر نداریم متکه دروغ میگه خب خوی خورخور نازه که میشه صدا خورخورات رو بشنوه بابی دلچینی خیلی خورخور نازه که من خو گیره خب خورخور نازه بچیمه خوبه دلچینی با من پیارتونم بچیمه با من تو نگو خوبه بگو آقا جان شما بعد بفهمیده بچیمه تو تربیه نداری خب من تربیه بشی که بابی تو بیده چو بدیدم بدیدم وخزه دروغ نگی با قرآن میویم ها میویم خف کن نشه خیال شاید بگه تو کفتاری بدی یا خرباشی شاید تو بگه خرباشی بدی تو راست میگی یعنی نمیم بخونه بابا بگو نماشما دستم کجا میری؟ دلچینی فروخته اما عقل دلچینی میکشی که عرفان بفروشه یعنی نماشما نخواهد بخونه کار دارم چی مفی؟ گفتم به کجیر بگیم یک لقمه نونه به من بیاره کار همی بود نون ماستی؟ نه خب به من کسی نگفتی چی که برای
لالا رمضان نین بگو. هم کسی به تو نگفته خود تو عقلتو نمیکشه که از آن پیشینه بداده ما از صبح تا حالم اینجا جون مبکن. آخه مادر به سر همسایه نون پخته میکنه. امروز چی بار نکردم. ها یک مرگ خاکی با یک شو موندی چیزی که بود اکبر میدیشتی میآوردی دیگه. خب باشه با من میرم به شما نونایی که پخته کردن نون چای میارن دیگه چی. حال ساعت 2 بیجه شده حال بود بری با حال با که با نماشون میایی. هنه میرم ما اینا رو جا میکنم من اینا رو میبرم شما برای مثلا نون خورد. تو امینار میتونی جا کرده؟ همین بل به اندازه تو هست. خب پس شما اینا رو جا کنیم ببریم چپا کنیم من میرم شما لقمه نون چای. زودی برو یک چیزی بگو پخته کنیم بیا نون چای میشه من از صبح جون میدم به این جگاه. اشکالیه مادرم نون پخته داشتم هیچی پخته نکردم. برو به نانه بگو یک چیزی پخته کنیم بیاره. 2 تا تخم مرغ به شما خب برو هر مرگی میاری بیار که بوم مردم از گوشنگی دیگه. خب هنه میرم دیدی. سخت به بلا شما افتادم به همه فکر نمیکنم که باش که بمی آدم من نون بخورم. آها کچیر چای هم بیاری خودی خو.